گفت که دیندارش گیر. وقتی دیندار میگویند در حال میگه همون دخترهایی که سطر میبندن، یعنی که رویمال میکنن. استاد میگفت که حاضر در زمان ما وقتی که دیندار گفت، وقتی که علمدار گفت، این دخترهای سطردار را در نظر ندارد. به خاطر که میگن عائله هاشون دام الله هست، پدر مادر دختر باید این گونه محکم گردد گفته همین، اما چی بودن سطر، چی بودن عفت، این را نمیدانند. مادر عزیز، دختراتون به آداب چی بودن پاکی را فهمانشون، چی بودن ناموس را فهمانشون، چی بودن زندگی را فهمانشون، چی بودن پستی و بلندی زندگی را فهمانشون. وقتی آن رسیده است دختر تربیه کنم، نه دختر رکلام کنیم. همین همسرم قپیدم با ایما زندگی کنم نکنم یا چی ها. وقتی که نیستی مالت را حفظ کنم، دوم آبرویت را، ناموست را حفظ کنم. در همین پایانش یک کلنبر است. گفت که دیندارش گیر. وقتی دیندار میگویند در حال میگه همون دخترهایی که سطر میبندن، یعنی که رویمال میکنن. استاد میگفت که حاضر در زمان ما وقتی که دیندار گفت، وقتی که علمدار گفت، این دخترهای سطردار را در نظر ندارد. به خاطر که میگن عائله هاشون دام الله هست، پدر مادر دختر باید این گونه محکم گردد گفته همین، اما چی بودن سطر، چی بودن عفت، این را نمیدانند. مادر عزیز، دختراتون به آداب چی بودن پاکی را فهمانشون، چی بودن ناموس را فهمانشون، چی بودن زندگی را فهمانشون، چی بودن پستی و بلندی زندگی را فهمانشون. وقتی آن رسیده است دختر تربیه کنم، نه دختر رکلام کنیم. همین همسرم قپیدم با ایما زندگی کنم نکنم یا چی ها. وقتی که نیستی مالت را حفظ کنم، دوم آبرویت را، ناموست را حفظ کنم. در همین پایانش یک کلنبر است.